سلام به همه کسایی که پیج واک ویت بهار رو دنبال میکنن. امروز من پیاده رویم رو از میدون قدس تجریش شروع میکنم و به طرف پل تجریش میرم. خب تجریش یکی از مناطق شمالی تهرانه که یکی از مراکز خرید تهران هم محسوب میشه و به قول ایرونیا از شیر مرغ تا جون آدمیزاد شما میتونید اینجا پیدا کنید. این منطقه کلن میشه گفتش که همیشه زندگی توش جریان داره، از واحدهای فروش مواد خوراکی تا لباس فروشی و هر چیزی که حال و هوای زندگی رو داشته باشه توی تجریش شما میتونید پیدا کنید. من چون قبلا ویدیوی بازار تجریش رو گذاشته بودم، الان از داخل خیابون رد میشم و کسانی که بازار تجریش رو میخوان ببینن میتونن از ویدیوی بازار تجریش اون رو دنبال کنن. قالیای خوشگل ایونی پدام وقتی میبینتشون واقعا زبونش بند میاد از این همه طرح و نقش. خب اینجا یکی از ورودی‌های بازار سنتی تجریشه. من تو ویدیوی دیگه ای اون رو نشون دادم و الان از خیابون اصلی رد میشم. به به کلوچه فومن، نون شیرمال تازه، اصلا حالا هوای تجریش یه جوریه که آدم نمیتونه بیاد و هیچی نخوره. اینجا آش میدن همیشه، آش رشته و آش شال قلمکار توی ماه رمضون و نون سنگک تازه. خب خیابونم که پیاده روش رو دارن تعمیرات انجام میدن، انشالله که هر روز شرایط بهتری برای قدم زدن تو خیابونای خوشگل تهران ایجاد بشه. سمت راست بیمارستان شهدای تجریشه که امیدوارم هیچ کس راش نخوره این برا. و نون سحر که من همیشه نوناشو دوست دارم و خرید میکنم ازش. شعبه تجریشش اینجاست، اکثرا هم میدونن. تهران حالا هوای عجیبی داره، بعضی مناطق صبحها خیلی شلوغ و پرتردده که معمولا مراکز اداری تهران محسوب میشه. بعضی از مناطق هم خب بعد از ظهرها و شبها که به نوعی میشه گفت نایت لایف تهران جریان داره تو مناطق. البته تجریش یه ذره میشه گفت
همیشه شلوغ و پرتردده. فراموش نکنین ویدیو بازار ترجیش رو ببینین. من از سر میدون ترجیش ویدیو گرفتم تا داخل بازار و فضای پر جنب و جوش و خوشمزه بازار ترجیش رو براتون ویدیو گذاشتم. الان هم که دیگه کم کم گل نرگس و حال هوای بهار در تهران جریان داره و چقدر هیجان انگیزه. اول براتون ویدیو تهیه میکنم، بعد خودم میام شکم چرونی. یه وقت آدم باید سکوت کنه که بقیه راحت تر باشن. یه مقدار الان نسبت به ویدیو گرفتن توی تهران شاید مردم معذب باشن، گاهن من هم ملاحظه میکنم و یا سکوت میکنم یا از مردمی که راحت نیستن ویدیو نمیگیرم. به به، این خانمم که داره دف میزنه. گل نرگس و سمنو، حالا هوای ایران و نوروز و حال خوب. خدا قوت بهشون. خب من از این منطقه قبلا برای شما فیلم گذاشتم و همینطور که قبلا گفتم میتونین از ویدیوی بازار ترجیش این منطقه رو ببینین. الان تصمیم گرفتم به سمت شمال برم، شمال این ناحیه که میره به طرف بخشی از خیابون دربند. اینجا پل ترجیش، هم میدان ترجیشه. مرسی. یه دفعه شبا با شما میام اینجا یه ترجیح کردی تو شب داریم با هم دیگه که این واحدهای خوراکی و شبا ببینیم چقدر متفاوته و چقدر هیجان انگیزه. کسانی که خاطره از دربند دارن با من همراه باشن، حتما یه روز میبرمشون دربند و با همدیگه از فضای طبیعت خوب اون منطقه که همین مسیر انتهایی خیابون دربند هست لذت خواهیم برد. الان زمانی که من ویدیو رو میگیرم زمان تعطیلی اداره ها و مدارس تقریبا هست. به خاطر همین حجم ترافیک و تردد افراد توی خیابون زیاده.
به به، یه سفره خونه سنتی. خب کوههایی که البته ممکن تو ویدیو خیلی واضح نباشه به خاطر آلودگی این روزهای تهران، کوههای شمالی تهران توی ویدیو هست که الان کمی برف هم زده. در این منطقه تندی سنتر رو داریم، مرکز خرید ارگ رو داریم که بالای میدون تجریش قرار دارن. خب تجریش یکی از مناطق بسیار اصیل تهرونه که قدیم به شمرون هم میگفتن، هنوز هم قدیمی ها خودشونو شمرونی میدونن. کوچه پس کوچه های شمرون تا چند وقت پیش پر از خونه های قدیمی و شیربوندار بوده، اون چیزی که ماها از خانواده شنیدیم. حتی من خیلی هاشو دیدم که الان دیگه همه ساخته شدن و خاطرن برای قدیمی ها. خب من خودم چون همیشه زندگی در لایف استایل مردم رو دوست دارم و دوست داشتم، مناطقی که بافت قدیمی رو حفظ کردن همیشه برام محبوب بودن. این چقدر خوشگل این خونه. خب یه دونه از این خونه خوشگل شمرون پیدا کردم که حیفه نشونتون ندم. بیاییم با هم تا نزدیکش بریم. گلدون عبایی داره، چقدر نوستالژی داره این خونه. فکر میکنم بازسازیش کردم، ولی خب حتی انتخاب گلدوناش هم نوستالژیه. یه کوچه باریک و خوشگل و این خونه بسیار زیبا که فکر میکنم فاقد سکنه باشه. بله به به. دیگه تقریبا میشه گفتش که همه جای تهران سازه های قدیمی و نوستالژی جای خودشو به ملک های چند طبقه داده و فقط تنها چیزی که برامون میمونه اینه که قدیمی ها خاطراتشو برامون تعریف کنن. ای کاش همه اونا حفظ میشد و ما میتونستیم بافت قدیم شمرون رو ببینیم. همطور که گفتم الان ساعتیه که تقریبا تهران رو به شلوغی میره و تو مناطق مختلف شهر
ترافیک داریم. آخه یه پیکان قدیمی چرا هیچکی سراغش نمیاد؟ حیوانکی انقدر خاک خورده. خب من دارم به خیابون دربند نزدیک میشم. پیاده روی دربند رو توی یه ویدیو دیگه قطعا براتون میذارم که منطقه دربند و کوههای زیبای منطقه رو بهتون نشون بدم. من که خودم همیشه دلم برای پفک‌های ایرانی تنگ میشه. خب این یکی دیگه از خیابون‌هایی هستش که از میدون ترجیش مستقیما راه داره به طرف دربند، یعنی خیابون دربند هست. و من عمدن از مسیر دیگه اومدم، از پل ترجیش اومدم که اون منطقه رو بهتون نشون بدم. به طرف دربند و من کمی تو خیابون ظهیرالدوله قدم میزنم. خب من به ظهیرالدوله اومدم چون اینجا مقبره فروغ فرخزاد هست. در اینجا آرامگاه ظهیرالدوله که امکان بازدید نداره وگرنه حتما بهتون نشون میدارم. خب من مسیر رو ادامه میدم تا به خیابون باهنر برسم، مسیری که از میدون تجریش به سمت نیاوران میره و خیابون بسیار زیباییه، البته برای ما تهرانی ها، و امیدوارم که شما هم لذت ببرین. وقتی واقعا تو این کوچه پس کوچه ها آدم قدم میزنه و خونه هایی که قدیمی هن و دست نخوردن میبینه، واقعا امیدوارم شما مثل من باشید. من واقعا به وجد میام چون فقط زیبایی رو ببینیم. چقدر خوشگله این خونه، چقدر زیباست، چقدر خاطره در این خونه هست. واقعا امیدوارم که
خاطراتمون رو بتونیم حفظ بکنیم و برای نسل‌های دیگه روایتشون کنیم. هنوز هم توی منطقه شمرون میشه حال و هوای زندگی اصیل تهرانی رو حس کرد. من خودم که هر جایی سازه قدیمی باشه، آثار تاریخی باقی مونده باشه و یه چیزی که ربطی به خورد و خوراک داشته باشه همیشه ترمزمو میگیره برای اینکه ویدیو بگیرم و ثبتش کنم. شما به من بگین چیا دوست دارین که روی اونها تمرکز بیشتری داشته باشم و براتون ویدیو بگیرم. به به، یه عطاری و رایحه خوب عطاری که هیچ جایی واقعا نمیشه غیر از ایران این رایحه رو تجربه کرد. باید بگم که اون کسانی که تازه به پیج من اضافه شدن باید بدونین که من جراحی ستون فقرات انجام دادم تقریبا 1 سال پیش. الانم حالم خیلی خیلی خوبه و البته یه ذره تنبلی میکنم، ورزش نمیکنم که همین پیاده روی در کنار شما باعث میشه هم من سلامت تر باشم و هم با انرژی بیشتر ورزشم رو جدی بگیرم. به به، واقعا باید نفس کشید اینجا. رایحه گل و به خصوص نرگس تا سر کوچه میاد. به به، خسته نباشین. خب من کم کم به خیابون اصلی نزدیک میشم. فراموش نکنید که منتظر کامنتاتون هستم، انتقاداتون حتما برام بنویسین که چطور میتونم فیلم های بهتری براتون تهیه کنم که با سلایق شما سازگارتره. فقط دوست دارم بدونین که این پیج بیشتر برای به اشتراک گذاشتن لحظات شیرین خاطره ساز زندگی خودمه با شما و البته که دوست دارم شما هم لذت ببرید. پس منتظر کامنتاتون هستم و همینطور دنبال کردن بقیه ویدیوها و اینکه به هم بگین
بقیه ویدیوها به چه شکل هست. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و تونسته باشم برای عزیزانی که این ویدیو رو دیدن بخشی از خاطراتشون رو زنده کرده باشم. دوستتون دارم. کنار هم باشیم و با هم دیگه در این دنیای زیبا قدم بزنیم.